بهرام صوفیو با خلعت سفید است و ابو مسلم پهلوان ناحیه ورزو با خلعت سبز. هر دو هم چهره شناختند. در وزن 65 کیلو در چمپیونات مملکت گشتنگیری دارند. هر دو در مرحله 4 نهایی رقابت‌های انفرادی وزن تا 65 کیلو قرار دارند. بسیار هم حرکت خوب پایزنی از جانب بهرام صوفیو بعداً بها گذاری شد. خیلی هم به طور کسبی بود. شاید بازبینی شود این لحظه از نمارهای تکراری که صوفیو بسیار یک مهارت والا و برجسته خود رو هم نشان داد. رقابت ادامه می‌یابد. حرکت ابو مسلم هم بسیار خوب بود. هر دو ایستادگاری دارند. از یکی ابو مسلم به استفاده هلوک بیرونه رجوع کرد، کامیاب نشد. حرکت خوبی بهرام صوفیو هم مورد توجه بود. امکانیت بود برای دریافت امتیاز. آگاهی به ابو مسلم. بسیار هم وضعیت مشکل برای بهرام به وجود آمد. عیناً همین حالت پیشتر به وقوع پیوست که بهرام صوفیو هم یک پایزنی گویم یا پشت پای رقیب رو مورد توجه قرار داد که بسیار ابو مسلم رو هم متحیر کرد. بدن بدن نیست.
چون این دفعه امتیاز بدن هست به ابو مسلم. دقیقه آخرین بسیار هم یک فرصت مناسب امکانیت قلعه را هم ابو مسلم دریافت و صوفیوف را دچار شکست کرد و به مرحله نیمه نهایی رفت.